سلام و درود به عشقای دل. به کانال من امیکسری خیلی خوش آمدید. عشقای دل، توی این ویدیو تا تونستم جا خفن ترین، یعنی اومدم بهترین کار کنم که پینگتون اوکی باشه. عشقای دل، این آموزشی که الان بهتون میگم و بازم توی کانالم گذاشته بودم، ولی گفتم بازم بذارم اونایی که دیدن خود دیدن، اونایی که ندیدن ببینن. عشقای دل، ببین پینگ ثابت، ببین بچه ها، ببین نمیشه بگید پینگ ثابت. پینگ ثابت یعنی چی؟ پینگی که همیشه توی گیم میگیری. خب بله که ما ایرانی ها خیلی خوب زیباییم، دولت هم یعنی ایران تخمی خیلی خوب، پینگ ثابت بچه ها نمیده. خب به خاطر هم این عشقای دل، حالا پینگا بالا پایین میشن، نت تخماتیکی میشه، هر چی عشقای دل، اومدم این آموزش رو براتون بذارم که هم شما عشق کنید هم داشتیم سری کنید. بچه ها، این آموزشی که میخوام بهتون بدم، خب این یک برنامه است. این بچه ها خوب توضیحات بعد نیاید بگید داشت محمد از من کار نکرد این ضروری. بچه ها ببینید یه برنامه است. خب ببینید بچه ها، بازم میگم DNS نیست، من تو کار کانفینگ و DNS نیستم بچه ها، DNS نیست. این برنامه رو باید بچه ها نصب میکنید، یک کارشو میکنید و فعالش باید بکنید برید داخل گیم. خب بچه ها ببینید الان میگم که اوکی شه براتون. ببینید برای ایرانسل همراه اول کار میکنه، ولی بچه ها درست به این رفیقام هم تست کردن بچه ها، روی همراه اول و ایرانسل هم کار میکنه. اگر روی ایرانسل دیدید کار نکرد ایانا که میکنه بچه، اگر کار نکرد پس کامل همراه اول دیگه رو شاخشه، فعالش میکنید به راحتی سوسماسی میرید توی گیم. و گفتم که بهتون جریانش چیه. برنامه رو بچه ها روشن فعال میکنید، میرید توی گیم. اول روشنش کنید، نرید بعضیا میرن توی گیم بعد میان بیرون روشن میکنن میرن تو. نه بچه، هم اول روشن کنید بعد برین توی گیم. ببین بچه ها، این پینگ ثابت بهتون میده، یعنی پینگتون اگه بره رو 90 این نمیذاره بچه، پینگتون رو 90 80 بره این نمیذاره، رو 70 50 60 نگرش میداره بچه ها. خب نمیذاره پینگتون بره، ثابت براتون نگرش میداره که بتونید از گیم لذت ببرید. و بچه ها خدا شاده خیلی ازش من راضی بودم، خودم استفاده کردم چند روز ازش و بعد دیگه الان استفاده نمی کنم، چون بچه الان پینگم خدا رو شکر هم همراه اول دارم هم ایرانسل بچه ها خوبه، اوکیه، نیازی نیست روشن کنم. و بچه ها بگم ما ایرانی ها بچه ها خیلی بزرگش میکنیم، بدیش اینه. خب نه DNS نه کانفینگ، هیچی نیست، نگران نباشید اکانتتون بند میشه، نمیدونم بگید حالا روشنش کنیم بلای سر، نه هیچی، هیچ مشکلی نداره. یک سرور بچه، یک سروره که فعالش میکنید. خب اینجا ببینید داش امیکسری سفیدیان، یعنی سفید که نه، شانس آوردیم بچه. خب و همه چیزی که بهتون گفتم بچه ها، خواهشن لایک سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم، قلبای داشی میکسری هستید. یعنی ببین اگر ببینم لایک سابسکرایب ازشون راضی نباشم، همتون رو دیگه خودتون همت آره ادامه دار. خب بچه ها ببین شوخی میکنم، ناراحت نشید، من کلا بچه شوخی میکنم. خب دیگه با داشی میکسری را بیاید، کم کم را بیاید که ببینید چی میگم چه کار میکنم. و گفتم که بهتون بچه ها، ما ایرانی ها یعنی دولت ایران تخمی، بخشید ایران زیبا خیلی ما رو دوست داره، ما پلیرها رو حمایت میکنه. خب بچه ها بله بیخیال، من هیچی نگم بهتر، هی یاد پینگ میفتم داغ میکنم. هیچ گفتم که بچه ها چی کار کنیم. با آخرای ویدیو دارم میرسیم. بازم بچه ها میگم یادتون نره لایک سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم بچه ها. کلیک سیکس هم نه نگذاشتم بچه ها، آره فکر نبینم، نه بچه ها اتچمنت این چیزا توی کانال هست آپلود شده. اتچمنت کلیک سیکس هم خواستید بگید روی چشمم براتون میذارم.
این که از این بچه ها دیگه به آخرای ویدیو همونجور که گفتم داریم میرسیم. خیلی دوستتون دارم و اگر بچه ها براتون میگم باز کار نکنید بچه ها نمیشه بگید کار نمیکنه، کار که میکنه. خب اگر روی ایرانسل دیدید جواب نداد چون سرور ایرانسل کم تخمیه بچه ها، رو همراه اول اوکی 100% جواب میده. اگر دیدید رو هیچ کدومشون نداد که نمیشه، که میگم که نمیشه، باید بیاین توی یوتیوب به داشتین اکستریتون پیام بدین دیگه برای ما وصل نشده. کم کم میریم جلو ویدیو رو، یعنی آموزش نصب و همه چی رو بهتون میگم. ببینید بچه ها میرید توی گوگل پلی، خب توی گوگل پلی میرید یا توی کرومتون هر جا، ولی توی گوگل پلی اگر دانلودش کنید حالا بهتر، یعنی اگه داشته باشید هر جا فقط دانلودش کنید. به روز رسانی هم باشه بچه ها. خب به روز رسانی یعنی نسخه اوکی شو پیدا کنید توی فروشگاه. من خودم توی فروشگاه گوگل پلی پیدا کردم، عشقای دلم با خاطر همین میگم. خب پیدا توی گوگل پلی بهتره. الان هم میگم توی گوگل چی بزنید چه کار کنید بیاد بالا براتون. خیلی بچه ها ساده است، فقط همونجور که گفتم توضیحاتو بهتون دادم بفهمید چیه جریان چیه. سمی بچه کلیک سیکس پاره میکنه. خب اتچمنتشو خواستید بگید روی یک چشمان براتون میذارم، خیلی گاده. عشقای دل بریم سراغ آموزش گادی که بهتون میخوام بدم و خیلی هم دوستتون دارم. بازم میگم لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ماچ به امای زیباتون. ببین بچه ها میاید توی فروشگاه گوگل پلی. خب توی فروشگاه گوگل پلی اومدید بچه ببینید برنامه‌ای که الان ببینید این برنامه رو ببینید اسمش که هست، اینو نصب کنید بچه ها. خب اینو که نصب کنید بعد میایید داخلش بچه ببینید تیکو الان خاموش کردم، تیکو فعال کنید بالای صفحه گوشیتون شکل وی پی ان میاد، یعنی روشنه و میرید تو کالا. به همین آسودگی توضیحات یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. اسم برنامه‌ام که میبینید زده عشق منید.